قبول دارید اگه مردم دست به دست بدن بله. کوکا پپسی همینا رو بله خیلی چیزا. آقای دکتر تو کشور خودمون ما الان داریم کوکا پپسی میخریم میخوریم. ببینید شما چون یه مدتی بالاخره کارتون شونه به شونه ورزش و اقتصاد و اینا میذاره دارم از شما میپرسم ما که دیگه میتونیم که دیگه کوکا نخوریم بله پپسی یعنی نخوریم. یعنی هر کی میتونه از خودش شروع کنه. من یه نکته بگم این اونی که تو کشور ماست که تولید ایرانیه. ای خانوم نگید تولید کارخونه‌های ایرانه. بله تولید کارخونه ایرانه، ولی چه کسی است که نداند که شما با برند کوکا و پپسی دارید یه چیزی تولید میکنید؟ مگه ممکنه که به اصطلاح با سیبیل آیل ندید حق چیچیشون رو ندید؟ حالا منم جسارتا فکر میکنم این ایرانیه. حالا من راجع به کالاهای کارشناس اقتصادی اگه دارید انجام شده اقتصادی محترم اگه من آنلاینم به من پیام بدید. آقای دکتر میشه برند یک مثلا شرکت اینطوری استفاده کنید بهش ندید؟ نه دیگه